مسائلی رو، مشکلاتی رو به وجود آورده که امروز فرض بفرمایید که برادران موحدی سخن از جدایی آذربایجان جنوبی به میان میآورند و یا بخش‌هایی از بگوییم که هستند از کردها که سخن از جنوب به میان میآورند، ولی اکثریت آنها اگر هم که مسئله فدرالیسم رو مطرح میکنند که در این رابطه هم میتوان گسترده در واقع مسائل پرداخت، این بیان و در این کنفرانسی هم که در عرض شود که در بلژیک همین 2 هفته پیش برگزار شد که یکی مسئله گذار از جمهوری اسلامی بود و دیگر در رابطه با این که سیستم اداری کشور ما در آینده چگونه باشه، تا هنگامی که مسائل به این صورت مطرح میشه در واقع فکر جدایی از ایران وجود نداره. اما سیاست های این حاکمیت به گونه است که اگر که این چنین پیش بره اون خطرات رو در واقع به وجود میاره و این خطراتی هم که امروز وجود داره. ما فراموش نکنیم که امروز در خوزستان، در شهرهای خوزستان از